سلام دوستان، چطور؟ ما امروز اومدیم با یه آموزش کاربردی که دیگه نیازی به خرید وبکم نداشته باشید که وصل کنید پیسی تون یا لپتاپتون. ما اینجا یادتون میدیم که چطور موبایل خودتون رو تبدیل به وبکم کنید. بدون معطلی بریم دیگه سراغ ویدیو و توضیحات آموزش رو ببینیم. شما اولین کاری که میکنید برید داخل حالا مرورگرتون، گوگل باشه، فایرفوکس باشه، فرقی نداره. ما میریم داخل فایرفوکس. خب میایم سرچ میکنیم دانلود دروید. اینجا من نوشتم دانلود دروید کم. حالا فرق نداره داخل چه سایتی میریم، ما میریم سایت اولی. خب اینجا دو تا نسخه هست، نسخه ویندوز، نسخه اندروید. بعد ما نسخه اندروید رو داخل موبایلمون نصب میکنیم، نسخه ویندوز رو داخل حالا پیسیمون یا لپتاپمون میزنید روی دانلود و اینجا براتون دانلود میشه. حالا وقتی دانلود کردید میرید پسورد فایل رو یکی روش میزنید، خودش کپی میشه. بعد حالا من فایل رو آوردم اینجا، میریم داخل فایل میزنیم روی گوشه و روی این و پسوردی که کپی کردیم اونجا پیست میکنیم. اینجا یه سو میزنیم این سال. حالا من نصبش کردم برای میشه. خب حالا من چون اصلا میرم داخل یه عکس گرفتم برای شما توضیح میدم. خب این دیوایس آی پی رو میبینید اینجا. وقتی که میرید داخل موبایلتون، میرید داخل دروید کم. حالا من براتون نشون بدم اینجا داخل شبیه ساز. خب این آی پی رو میاید میزنید اینجا داخل. حالا اگه پورتتون هم خرابه این پورت هم میزنید. وقتی که اولش میرید نقطه اتصالتون رو روشن میکنید، یا حالا اگه وای فای داشته پیسیتون میرید نقطه اتصال وصل میشید و حالا این آی پی که اینجاست رو میزنید. اگه پیسیتون وای فای نداشت میرید یک کابل بر میدارید میزنید به پیسیتون و وصل میکنید و حالا اینترنتش رو وصل میکنید. اینترنتش چجوری وصل میشه؟ میرید صفحه رو میکشید پایین داخل اندروید، میرید اگه شیائومی آدسپات یا قانون داغ روش فشار میدید و میزنه اتصال با کابل. اونو فعال میکنید و میاد همینجا این که اینجا هست آی پی را میاید میزنید اینجا. حالا اگه شما با کابل رفتی داخل این، اگه پیدا کرد، حالا مال من نمیدونم چشه پیدا نمیکنه. وقتی که میری داخل این پیدا کرد، حالا میتونی با این گزینه هم وصل شید. خب بعد میزنید، حالا این گزینه رو هم بگم. این گزینه یک ویدیو مال تصویره. اگه میخواید تصویرتون باشه خب ویدیو رو فعال میکنید. اگه میخواید تصویرتون نباشه غیر فعال. اگه میخواید میکروفونتون اگه با وبکم با میکروفون گوشیتون وصل شید این فعال میکنه. اگه میکروفون دارید اینو غیر فعال کنید. بعدش میزنی استارت و دروید کم براتون باز میشه. حالا ما بریم داخل دروید کم بهتون نشون میدیم. خب همچین صفحه براتون باز میشه. حالا ما بریم گزینه‌اشو براتون توضیح بدیم. این ما زوم میشه. حالا بزنید زوم میشه، بزنید برمیگرد. این هم برای فلش گوشیتون، بزنید فلش گوشیتون روشن میشه. بعدم این مال فوکوسشه، بزنید فعال و غیر فعال میشه. این هم مال معکوس شدنه، معکوس شد. حالا میزنم برمیگرد.
این هم رو چرخه چه صفحه است، بزنیم صفحه میچرخه. این هم یه گزینه است که بزنیم از همین از این صفحه اسکرین شات میگیره. حالا ما میزنیم میگیم استاپ سیف و اینجا برامون اومد. حالا نمیدونم چرا برعکس شده. ما اینجا میتونیم مثلا سیف. خب این هم بود از آموزش امروز. آموزش سریع بود و کلا کاربردی بود و میتونید مثلا اگه وبکم نداشتید میتونید از این درفن استفاده کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب کنید چون درفندهای بیشتری داخل کانال میذاریم و اگه مثلا چیز داخل PC یا موبایل متوجه نشدید داخل کامنت ها بنویسید که خودم در یک ویدیو توضیح میدم و آموزشش رو میدم و کلا لایک و اینا فراموشتون نشه. انتخاب پیشنهاداتی که در نظر دارید برای بهتر کردن کانالمون حتما داخل کامنت ها بنویسید. تا ویدیو بعدی خداحافظ.